هستم. امروز اومدیم تا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدن کنیم با یکی از مهندسای خوب کشور، مهندس سعید صنعت‌پناه که در زمینه اتصال فلزات یا متال کانکشن یک جشن بزرگ در مهندسی بشریت ایجاد کردن صحبت بیشتر داشته باشیم. همکنون با دوستم سعید وثوقی که فیلمبردار این مجموعه هستن وارد دانشگاه میشیم تا با ایشون صحبتی درباره زندگی شخصی و چند و چون بیشتر این یافته علمی داشته باشیم. با ما همراه باشید. خب میبینیم که اینجا یه ساخت و سازی هم توی دانشگاه صنعتی امیرکبیر داره رخ دادنه. حالا نمیدونم چه ساخت و سازی هم هست. تا اینجا که من میبینم یه مقدار زیادیش انجام شده، حالا دقیقاً چه جوریه نمیدونم. اینجا مثل اینکه یکی از افراد شخیص این مجموعه هم هستن که به ساخت و ساز اینجا واردن و توی اینجا کار میکنن. ببخشید شما این سازه برای چی هستن؟ برای چی اینو دارن میسازن؟ آقای مهندس هم گفته حقوق ما رو بده. شما چه کارو تشکیل میدی؟ زحمت کشه که حقوق ما رو بدید. ما کار کردیم حقوق ما رو بدید. بله چه مدعی؟ ما حقوق ما رو بده آقا، حقوق ما رو بده. شما که از خب دقیقاً بله دقیقاً. من یه سوال دیگه داشتم. حقوق ما رو بدید. حالا من یه سوال دیگه داشتم دستتون اگه اجازه بدین. من اینجا میبینم که اتصال فلزات احتمالاً اگه یه دقیقه بذارین من نشونتون بدم 100% اتصال فلزات و اینجا همه فلزات ما با هم از این فناوری نوینی که آقای صنعت‌پناه ایجاد کردن 100% از این استفاده شده. درسته؟ حقوق ما رو بدن همه رو با هم متصل می. حقوق ما رو نمی حقوق ما رو بده آقای فردوسی بو. شما که حقوق ما رو بده. صد بار آقای دایی میاد میگه تبانی. آقا عزیزم آقا این بخشید من فقط یه سوال دیگه داشتم. آقای صنعت‌پناه اینجا اومدن که این کارو بکنن. من الان خود حقوق ما رو آقای صنعت‌پناه یا حقوق ما رو بدید. آقا من یه دقیقه می‌خواستم فقط بدونم آقای صنعت‌پناه کجا هستن. نه عزیزم عزیز دلم شما حتی میخواین اسمتونم به اینجا بگین اگه با کسی صحبتی حرفی دارین من خودم منتقل کنم از همینجا. فقط به من بگین آقای صنعت‌پناه کجا هستن. آقای صنعت به ما میگه آقا من میخواستم برم فقط بگین کجا برم اگه بشه همین مستقیم برم فقط پیداش آقای صنعت حقوق آقای فردوسی رو بگی شما که حامی حقوق مستضعف. بله آقا من خیلی از شما متشکرم آقا، خیلی کمک کردین با اجازه. 20 کی پخش میشه این هر شب ساعت 8 شب اگه نکنین بالاخره یه روزی پخش میشه. 8 شب. بله با اجازه آقا. خدا نگهدار. بله میبینیم قش زحمت کش جامعه‌مون. خب میرسیم به یکی از مکانهای مذهبی دانشگاه، مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر که خیلی هم بزرگ هستش. ببخشید آقا سلام، خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ از وارد مرکز خبر مزاحمتون میشم. حالا میخواستم بدونم که اینجا مسجد دانشگاه است، درسته؟ مسجد بزرگی هم هست. بله. شما داشتین میرفتین مسجد؟ بله. الان خب وقت نماز نیست اونجا که من میدونم. والا میرفتم بخوابم. دانشگاه؟ حالا من یادم چند شما با آقای صنعت‌پناه آشنا هستین؟ مهندس سعید صنعت‌پناه. بله متال کانکشن. نماز داشتن میخوندنشون؟ نماز بودن؟ نه الان که وقتی نماز خواب بودنشون. شب برسی دانشکده خودشون احتمالاً. چه دانشکده هستن؟ برق. دانشکده. بله. باشه خوشحال شدم خیلی ممنون. بله. خوب بخوابید.
دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیره، بزرگترین دانشکده فنی مهندسی خاورمیانه که 100% بزرگترین دانشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم هست. زادگاه بزرگمردانیشون مهندس سعید صنعت‌پناه در حقیقت. سلام، خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ سلام علیکم. داشتین شما آقای صنعت‌پناه رو میشناسید؟ برو سایت آقا، برو سایت هستن؟ بله مرسی. مثل همه میشناسنشون اینجا خدا رو. اومدیم سایت دانشکده برق تا ببینیم بالاخره آقای صنعت‌پناه پیدا میکنیم یا نه. ببخشید سلام، خوب هستین؟ من خواهش که داشتیم که وقت برنامه رو یکم زیاد کنیم. نه من یه دقیقه ببخشید میخواستم دنبال آقای صنعت‌پناه بودم، مهندس صنعت‌پناه. مهندس هم که اتصال فلزات اینا. بله دقیقاً. کرده وسط کار ما هم رفته خودمون نمی‌صد. باشه کارتون اینجا بود؟ بله اینجا کار کردیم وسط کارمون بهش کردم. الان ضربه ایست. بله. باشه من کجا میتونم پیداشون کنم؟ شما میتونید به این طبقه یک شورای صنفی. شورای صنفی پیدا میشن. بله. دست شما در نکنید. باشه شما اصفهانی هستین؟ نه خیلی ما چه تهرونم. خیلی لهجه‌تون میدونی؟ نه لهجه تهرونی. بله. دست شما در نکنید. خب مثل اینکه آقای صنعت‌پناه گفتم تو شورای صنفی، حالا بریم ببینیم میتونیم پیدا کنیم شورای صنفی رو. سلام، خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ حال شما؟ ببخشید دبیر شورای صنفی؟ بله. با دبیر شورای صنفی کار داشتم. بفرمایید. میشه جنازه وقتتون رو بگیرم اگه میشه؟ می‌خواستم یه کاری داشتم باهاتون اگه اجازه بدین. یه دسته الان میام. چشم ببخشید. اینجا آقا ببخشید من ببخشید می‌خواستم بدونم که اینجا شورای صنفی دقیقاً؟ کار صنفی می‌کنید چی شورای صنفی؟ بعد مثلا میشه چند نمونه کار صنفیتون هم بیاد؟ کار صنفی آقا حرف نزنید بحث می‌کنید. بعد دیگه بخوام اومدیم. کار صنفی آقا کار شورای صنفی کار صنفی می‌کنید. حرفی بله میتونم چند تا از کار صنفیتون هم بالا ببینم. ما اینجا پر کار صنفیه. همش هم اینجا دقیقاً؟ آقا کار صنفی ما رو بر ندارید از این با جای 100 با نیست کار صنفی چیه کاری داشتی؟ من اصلا کاری به شورای صنفی ندارم. ببخشید. بله بفرمایید. استاد محترم. می‌خواستم بدونم که آقای صنعت‌پناه به من گفتن که اومدن اینجا مهندس سعید صنعت‌پناه. بله هم که متال کانکشن یا اتصال فلزات. بله اینجا بودم ولی اینجا بوده. شما میشناسینشون؟ نه. من کجا الان میتونم پیداشون کنم؟ برو کار صنفی ما داریم اینجا. حالا برو چمران ان شاء الله هر موقع پس شد. برو آقا چمران. چمرانه؟ حتی کار صنفی هم پاس برو چمران. سلام. حال شما خوب هستید؟ ببخشید مسئول بحثیتون می‌خواستم باشون صحبت کنم. کار داشتی؟ بله. دنبال آقای صنعت‌پناه هستم. مهندس صنعت‌پناه. آقا اجازه است؟ بفرمایید. ببخشید. گزارش ببخشید. فضایی که بفهمه خواهش کن رادیکال کردن فضایی که به وجود اومده. ببخشید آقا. آقا این
آقا بس فضا رو دقیقه کاری ببخشید دنبال آقای صنعت فنا هستم. بله بله دقیقاً همینجا بود بابا. همینجا بود. به من گفتن اینجا بود. رفتن انجمن علمی. آقا ما داریم مشکلات مملکتی اینجا حل می‌کنیم بعد انجمن علمی اینجا. خب میریم انجمن علمی. سلام صحبت کنید. بخشید انجمن علمی همینجاست درسته دیگه؟ بفهم بخشید من دنبال یه آقایی بودم، آقای مهندس صنعت پناه. بفهمید چه صحبت بفهم باز درس مشکل داره؟ کمک بینا ببخشید آقا. بله بفهم. می‌خواستم بپرسم که مهندس سعید صنعت پناه اتصال فلزات؟ بله احتمالاً به من گفتن که از همین انجمن علمی هم کارشون رو شروع کردن. نه آقا کجا رفتن؟ بالا رفتن؟ کار علمی ما داریم می‌کنیم. خواهش می‌کنم وقتی ما نگیم فعالیت علمی. بخش اینجا چراغش؟ نداره چراغ. کار کردن. بالا؟ بله دست شما در وضعیت نابودی هم داره اینجا. واقعا فکر نمی‌کردم که دیگه دانشمندای خوب کشور رو مسابقه سعید صنعت‌پنا به این راه کشیده بشن. من متاسفم واسه سلام. آقای سعید صنعت‌پنا؟ بله. ببخشید می‌خواستیم ببینیم شما اینجا دارید چیکار می‌کنید دقیقاً؟ منم پروژه اتصال فلزات کار می‌کنم. فقط با همین؟ نه اینم هست. فقط با این دوتا؟ بله. یعنی ما از صبح اومدیم این دانشگاه داریم همه رو دور میزنیم با این فیلم برداری مجوز مشکل و تو اینجا فقط با همین دوتا؟ به من مربوط نی آقا، شما کار خودتون رو میکنید من کار خودم میکنم.